از او سخنگوی درگاه الهی حضرت محمد مصطفی اون نازنینه که حضرت حسن فرزند علی کرم الله وجهه روایت میکنه که من تقاضی داشتم که از ختیچه که پیش رسول اکرم فرزنددار بودن، من از همون میگه تقاضی داشتم. یک روایت یا خالم بود میگه آمده بود پیش من میگه از او پرسیدم چهره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که برای من قصه کن، شما پسندرشان بده یا دختردرشان بده، شما دید حضرت برای ما گفتن چه خیل بود؟ گفت حضرت چهرهشان گندمی بدن، خدی مربوط پهلوان گردش داشتن، نه کلته بودن نه دراز بودن، در بین قاشان یک رگ هم خیلی بلند میستاد و همه استخوان‌های حضرت به قوت بود و قفس سینه کشاد داشتن. یک مراتبه قفس سینه شان دیدم شیر باری سفید بود و چهره های حضرت میگم میخواد درخشان، قاشاش میگفته که به گوشاش رسیدگی های، بین بینی حضرت بلند بودن، وقتی قدم میزدن پهلوان گردش میکردن، موی سری جعده جنجله داشتن، گاگا موشان بالای گوشاشان می آمد، ریش حضرت پره بودن. یگان مراتبه بدن حضرت به عطر من ندیدم، انقدر خوشبو بود. اگر کوچه قدیم میگذشت همه تماشاش میکرد. صدها زنها آمدن خودشون حضرت بخشیدن که ما را نکاح که فقط میخندید، میگفت که تا اجازت خدا نشه من کسی را نکاح نمیکنم. حتی میدیدگی انسان میگه حضرت عاشق میشه. جوان مردی حضرت میگفت از شمالهای سلقین سحرم میگفت برای آدم تست تاثیر میکرد، آدم سحر برای بینی روش تست سلقین میشود. اما میگه جوان مردی جناب پیغمبر شمال بود. همین خیلی میگه جوان مردی، همین خیلی نازنین، همین خیلی شخصیت، همین خیلی خوشرو. سروری معراج این شخصیت بزرگ، این قدر شخصیتی که در 63 در آمدن، فرمان پروردگار قدیم میگه بدن حضرت بیمار شدن، آسته جناب پیغمبر دیگر از نماز 5 وقت رفتن هم دیگر واقف شدن، رفتن نتونستن. تمام صحابه بالای سری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن، تمام دوستان آمدن. بعد از او حضرت میگه سرشون بلند کردن که کسی که اگر ایمو قصاصی داره، اگر قرض قواله و قصاصی باشه بیای ما میتیم شه از ما خلاص شود و ما هم از او خلاص شویم. جناب پیغمبر گفتن بیای حق امانت ما تیم که قیامت روزی وزبینه در اونجا وزبینی تر، ما در اونجا توقع نداریم حق امانت دادن. تمام صحابه گفتن حضرت غیر جان سپاری هیچ حق امانت در اینجا نیست، دیگه ما یگان تمام حق نداریم. همین حالت گفتند که عکاشه میگه ایجاش خست و گفت ای فرستاده خدا، شما ای ما یک ضرب قمچین قرضاره. یک روز در یکی از غزوه‌ها حضرت شما رفته، همه صحابه شاهده، شما شتر در تازیانه و قمچین زده، همون قمچین به جای در شتر رسه گفت در شانه من رسید. ای پیغمبر من انتقام میگیرم، اگرچه در خدمت در پیش شما حضرت غلامم باشم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن روی قمچین بیاری اکنون تا حق این انسان من خلاص کنم، آخرین حق داشته. همون حالت تازیانه را گرفتن آوردن، عکاشه گرفت و بالای سر جناب پیغمبر آمد. ابوبکر ایجاش خیست گفت عکاشه قسم به خدا به یگان حیله و مکر در همین عمرم چند قد طاعت و عبادت دارم برای تو میتیم، لیکن بیا رسول اکرم نزن. بعد از او گفت نه گو ابوبکر در جات شین گو اکنون صحبتو نمیگذارم. میگه پوری آو حضرت عمر گو عکاشه خوشرو گوش کن، چند قدر غزا و جهاد داده من اشتراک کردم، چند قدر ثواب و ثمره دارم، همشگیر در پشت من چنقه میخواهی زن، اما بیا رسول اکرم نزن. اگر تو یه ضرب میزنی میدونی گفت ای ضرب حضرت گفت تمامی بدنهای ما میلرزه، بیا که ای دعوت گذار عکاشه. حضرت عثمان خیز گفت هر فقط که من قرآن میخونم من امور ثوابش میتیم. در روایت آمده بدن که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه همین خیل قرآن زیاد خواندگی بوده است که همین ورقای قرآنش ای ورق زدن دریدگی بوده است، بسیار میخونده است. گفته ثواب همه همش میبخشم تا عکاشه. عثمان همه حضرت رحم دارن، آخه من قصد خما طلب دارم، یگان چی ای برنامه بیرون نبر آمد، من چی گناه دارم در این؟ همین حالت ده که حضرت علی کرم الله وجهه جا خستن شر خدا گفتن که گپ علی رم نگذشت، میگه هیچ عکاشه هیچ کار گردن نمیت چه اون نمیگه.
هیچ کس گپ نمیگذاره. مردم رنگ ابری بهار گریه داره. جناب پیغمبر گفت بیا صاحب حق، بیا اکنون که ما پشتمون پهن میکنم حق تگیر. فرستاده خدا که پیش ما درست من حق نمیگیرم، اما در وقت زدن تنه من لچ بود، تنه شما پوشیده با عدالت به جا نمیبیاید. شما هم باید پشتان نگو که فرستاده خدا لچ که نگفت تا اینکه عدالت الهی جاری شود شما من لچ قمچین زده بده. وقتی که کرته حضرت میگه برداشت که پشت شانه های جناب پیغمبر ده مهر نبوت که محمد رسول الله نوشتگی بده جانب خدا مادرزاد، یعنی که مهر انبیای الهی در تخت پشتشان بودن. بعد از اون میگه عکاشه در پیش حضور صحابه چهره های خش در همون مهر مالید و بوسه کرد. در یک روایت هم سلمان فارسی میگه وقتی ای پشت جناب پیغمبر آمدم ای پشت کرته کرباسیشان مهر نمایان بود، خدمه بالای همه مهر دا پرداختم و موچه کردم. همین وقتی موچه کردند میگه جناب پیغمبر نگاه کرده گفت این مردک ای دوزخ خلاص خورد. همین قدر دعوای عکاشه و همین قدر پافشاریش برای زیارت مهر بوده است. میگه وقتی مهر زیارت کرده، وقتی که بوسه کرد، جناب پیغمبر گفت ای گفت عکاشه گفت تو پیروز شدی، گفت ای دوزخ خلاص خوردی. بمالید روی خود عکاش برعان بدیدن حاضران از باعثیان، بگفتش عذر ای سرور ببخشا برای توف مهرت بود و دعوای. حضرت گفت من بخش، گفت دعوای من زیارت مهر و نبوت شما بود. بزربی تو کجا باشد مراحت، بزربی تو کجا باشد مراحت، به این گستاخی من دل نکن بد. امان بهتر که از چشمم گزد مار، که تا در پاید ای سرور خلد خار. مرادم پیش پاید جان سپردن، زی عمری خیزر به پیشی تو مردن. حضرت گفت قسم به خدای چشمم مور گذه گو روزیم، لیکن روزی نیست من گفت که من در شما ضرب کنم. ای همین عمری خیزر من در کار نیست. آرزوم همین بود که در پیش پای شما جان تیم جنازم خود خونی. زی رویت هست اندر چشمی جان نور، شود به نوری تو جانی جهان کور. زی دنیا می روی از قسمتی رب، و یاران به تو گردد روز چون شب. نباشد ما در بینی کواکب، فروماند به ظلمت نجم ثاقب. همان نور الهدى محبوب سبحان، برای حق گزاری گشت عریان. تو اینا شست روی در چی کاری، تو اینا شست روی بس در چی کاری. بری آزاری دلها زهر ماری. برای حق و برای حق طلب کردن و برای حق دادن این نور الهدى، این اصل موجودات، این نور خدا بدنشان لطف شد. حضرت ما را نصیحت کرده است که ای سرزده، ای به سعادت، وقتی حضرت برای حق گزاری که تنش لطف شده باشه تو چیکار کرده گشت میگه؟ تو فقط چیکار میکنی؟ یا ما را نصیحت داره که تو چیکار داری؟ تو فقط چی حال داری؟ برای همین دائما خوزی عبدالرشید دعا میکنه در وقت پیریش که داملای هندوستانی آمدن تخم ادبیات و تاریخ و حدیث و تخم علم تفسیر و علم حدیث شناسی را گفته در منطقه تاجیکستان ما کاریدن رفتن. همین شخصیت اساس گذارش دیگه بودن. علما زیاد بودن، اما بعضی علما را صحبتاش برکت داره، صحبتاش فیض داره. ای صحبتاش تا به امروز چی علما و داملایی که میبینیم برادرها فیض میواد. اینا میگن علمای ربانی. دویم کسایی هستن که خدمت اینا رو میکنن به حضرت علی. کسایی هستن که خدمت اینا رو میکنن. اینا ببین که یک سگ اصحاب کهف از قفای علمای ربانی و مردای ربانی رفت، فردای قیامت جنت میدروید. اینا میگم و باسط ذراعه بالوسید، حتی که همون دستای پیش سگ به همون شمشیرتاشون قطع میکنن
که ایپی همین ما رو نگیره نبیایه گفتن همین سگ دومی نیکا رو میگیره و دومی همه اولیا رو میگیره دومی همه آدمای ربانی رو میگیره با همه دستای بریده غار میروه داخل همه غار میدرویه ایویا جدایی کردن نمیتونه ایره بزرگی رو بین که خدا با طفیل همین علمای ربانی همین سگم جنت میدروه برای همین خیلی همنشین با علما بودن بسیار چیزی بزرگه همنشین با علما بودن سه چیز حسرت دور میکرده یکم به قرآن عمل کردن دوم به سنت سوم صحبت علما حسرت دور میکرده در آدم فرد و آدما حسرت نمیخوردیان فرد و علما و انسان های قدیر علماش نه اینا حسرت نمیخوردیان برای آن همین خدمت علما کردن از واجبات دینه خدمت علما کردن از واجبات ایمان بوده است طبق دستورات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از اون ملائکه الهی میپرسیدن که یگون اعمال ثواب و یگون اعمال خوب نداشت همین شخصیت که همین شخصیت شما چیکار کنه همین شخصیت شما سبوک کنه بعد از اون میقبیدن که اخلا یگون علمای ربانی را دوست نمیداشتی و میگفتن نه یگون رفیق نداره که من علمای ربانی را دوست دارم دارم تا کیه نامش میگرفتن میآوردیم میگفتن که تا همنشینی با علما داشتی میگفت بله میگفت به حرمت رفیق جنت برشم حتی که حدیث امام ابو رافعی که یک علمای ربانی به داخل قبرستان میگذشته پروردگار 70 تا فتنه را از گروه دفع میکرده آثار صحابه بوده یعنی قسم اول از امت رسول اکرم مسلمانان برادران علمای ربانی هست. علمای ربانی بسیار شخصیت های بزرگن اینا وارث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارث کیه وارث کسی هسته که مال مرده را میگیره پول مرده را میگیره خانه مرده را میگیره تمام چیز مرده را که ترکه کرده پرتوخته رفته وارثش میگیره اگر وارثش همونه در روی حرام صرف کنه همون مرده نزد خدا پاک جواب میتیه البته جواب میتیه اما امروز علمایی که بیاین و در سنت رسول در دین رسول در علم رسول در قرآن رسول در شریعت رسول اگر وارثی به معنی باشن خیانت کنن اگر رسول الله در روز قیامت در چهره اینو زجر میکشیده برای همین هر کسی عزیزو علما را دوست داره اینا نقض دانین دوست داشتن علمای ربانی این از کامل بودن ایمان است رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که علمای ربانی را احتیاط شوید دعاش کن چی و گفتن که دعای علمای ربانی رنگ دعای پیغمبران در حق امت است ای دعای علمای ربانی دوم گفتن علمای ربانی را غیبت گمانی بعد حقش نکنه که گوشت علمای ربانی زهرآلود است شما را هلاک میکنه شما را نابود میکنه برای همین اگر در صحبتش شینه فیض میگیره اگر در صحبتش شینه برکت مییابه اگر همنشینش باشه برکت مییابه حتی روز قیامت شفاعت میکردیم علمای ربانی شفاعت میکردیم این بسیار مرتبه بزرگه بسیار مرتبه کلانه دویم حضرت علی کرم الله وجهه را پرسیدن که قسم یکم علمای ربانی باشه علماهای ربانی را جاشان خالیه برادر اینا جای اینا پر نمیشوه اینها رنگ همون مرواریدای هستن که در همون رشته سوختن میمونن خالی دیگه خشا به حال انسانی که به این درجه رسه حضرت سفیان ابن ثوری را میپرسند که علمای ربانی کیست گفته علمای ربانی کسی هست که دنیا را همیشه با تمام انواع زیباگیش در پیش ایمان و عملش تینی پوچگمون میکنه تمام حرکت های نفسانی شهوانی در پیش او ذلت نشان داده می شود نفس او با شریعت لجام است همیشه حق در زبان شد همیشه تعلیم و تربیت وی گوارا است در همه جا پرچم دین خدا را بلند میکنه علمای ربانی میگم اینا بینه که از یک فیض صحبت داملای هندوستانی در منطقه آسیای میانه صدها علما سربلند کردند در یک زمانی وزبین زمانی جهالت زمانی که خیلی زلالت زمانی که یک انسانیت در اون دوره از خط نیاگان و خط اسلام و خط قرآن و خط حدیث خواندنش برای او یا وهم و طرز داشت این علما شب و روز درس دادن شب و روز درس گفتن شب و روز حق رساندن روز از دنیا گذشتن روز از دنیا رفتن انا همون پرچم های دین خدا بلند شد خداوند هیچ محل در قرآن درجات کلمه را در حق ثروتمند نیاورده
در حق زکات نیاورد، در حق صاحب قوت نیاورد، در حق صاحب علم آورده. و اوت العلم درجات، پروردگار صاحب علم را درجه داده بوده. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مناوی روایت میکنه، فرمودن که شما ای زمین ستاره ها رو دیدسته؟ گفتن بله. گفتن در جنت هم مرتبه علما نمیخیلن. این ای زمین بیرون میبروی که ستاره ها رو میبینی، انسان ها میبرومدین که علما را درجهش در جنت نمیخی بلند بودن، نمیخی یک روشنک میتوفته، اما در درجه او رسیدن نمیتونستیم. حضرت علی کرم الله وجهه با در دیگر آثارشون روایت کرده بودند در نامشون صدقه که علم به 10 جهت تفسیر کرده بودند. یعنی گفتگی بدستیان که علم بهتره یا مال، گفتن علم. گفته به هم زیاد سلسله هاش، گفته که علم معنیش همینه که حمیق صرفش کنی زیاد میشوه، مال حمیق صرف کنی کم میشوه. بعد از بسیار دوام داد علم صاحبش بانی میکنه، برعکس صاحبش مالش بانی میکنه. من همین سوره کهف داستان بحث موسی و خضر میبیاد، چه بحث میشن در علم و ساز نمیگیرن هردش. ایش میگه که تو خاتمه صبر کردن نمیتونی، ایش میگه که تو چو ایمان سوال میتی، اما تمیرن رحوشون جدا میشون. علم انا همینه. برای همین علما میگن که 4 چیز آدم بانی میکرده. بعضی علما میگن 3 چیز. یکم که خانه، دویمش که حکمت عادل که او را میگن ذوالقرنین در سوره کهف میبیاد. سومیش چی بوده؟ علم. علم و صاحبش بانی میکرده. هر کسی که رسول اکرم در حدیث هر بارشون گفتن کن عالما، صحابه را یا عالم شوه یا شنونده علم شوه، ببین، یا شنونده علم شوه یا طلب کننده علم شوه یا خادم علما شوه. در 4 خصلت اگر نباشه شما هلاک شدگی. اقلا همین روز خوندم نمیتونه یا علما رو دوست داره، اخلا صحبتاشون نشینه گوش کنه، هیچ علما دا نته. قسم خدا قرآن کتابی هست که لا اسألکم اجرا و هم مهتدون میگه. این علمای ربانی ای شما یگان پول و تنگه و یگانش طلب نمیکنن، هدایت الله برای این علم داده بس ای شما. معلوم بوده که در شریعت علما و ملا و داملا و علمای ربانی یگان سنت داشتین، همون علم هدایت شما بوده بس بوده. همه چیز روز قیامت اندازش در جنت عزیزا تمام میشده مگر علم. علم ثوابش تمام نمیشده، ثواب علم بسندگی نبوده است. برای همین دویمش خادم علم بوده. سوم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت علی کرم الله وجهه اشاره کردن که سوم طایفه انسان ها گفتن کذبابتی، مثل چیان؟ مثل پشه ها هستن. شما که هر طرف که خستن گیره گفت سیله پشه رو آوردن میگیره. گفتن چخیر؟ گفتن این دنیا را گردش شمول. همین آدما که در 2 تای بالا نباشن یا خدمت علم در نباشن، علمای ربانی نباشن، اینا رنگ پشن. گفتن یه روز ای شرق اگر شمال میبیا پشه پرشیده میرن و یه روز دیگه ای غرب میبیا هم میره میبره. یعنی که همین گردش ایام این مردم خودش رنگ پشه نیست میگن زیر نشوی. اگر در 2 خصلت دیگه نباشه آدما رنگ پشه بدیم. اینا شمال لازم میشه. من حاضر دیگه شما نمیبینی پشه که شما رو میگزن، مردن رفتن همش. این دنیا همینه برادر. 10 سال پیش در اینجا انسان‌هایی بودن که از خنجره اونها علاو میبرمنده که نیستن. 20 سال پیش آدمایی بودن که در صحبت اونها ما میترسیدیم، دیگه نیستن. ممکن که 10 سال پیش آدمایی بودن که در گپی و یا صحبتی و یا ما خیلی ترسیده وهم کرده میسودیم، در همون رفیق داریشون و جوره داریشون و پول داری منصب داریشون، اما اونها نیستن. حضرت علی اونها را کذبابا گفته، رنگ پشنگ گفته. اینها شمال اومد بردن میگیره، شمال اومد بردن میگیره. خداتون میگه گفت فلان بعضا بود، فلان بعضا بود، این خیلی بود، اون خیلی بود. شمال خیلی همش تازه شده رفته هستن، ولی با 10 سال بعد نمیدونیم چی گپه. برای همین یا علمای ربانی شویم یا در خدمت علمای ربانی باشیم. یعنی معلوم بود است که برادر هر یکتمون در پیش پروردگار فردا از این ناحقی‌ها و از این ناکارامون چی هست. اگر ما هم ای حق گزاری تنمون لچ میکنم. جناب پیغمبر برای توضیحات تنش لچ داده. یعنی که خیلی انسان در کاری که اکنون از این مضمون از این گپا نتیجه خوب برداره. بیا با همین زندگیمون یادگاریمون بخشش پرسیم و یادگاریمون رو بخشیم و یادگاریمون رو حرمت کنیم و یادگاریمون رو دوست داریم و چیزی که از تجاوزکاری به معنی شدگی باشه ولی هم سری وقت بخشش پرسیم، زیرا اینکه اون روز به دیر میشه. پروردگار ما رو برای راست هدایت کنه.
ما رو توفیق بندگی